سرنوشت جدید سوریه از فرار بشار اسد و ظهور جولانی. همه چیز از روزی شروع شد که دود از ساختمان‌های دمشق بلند شد. پایتخت سوریه که روزی نماد قدرت و اقتدار بشار اسد بود، حالا در آستانه فروپاشی قرار داشت. نیروهای مخالف از شمال و جنوب در حال پیشروی بودند و ارتش سوریه دیگه توان مقابله نداشت. در چنین وضعیتی بشار اسد تصمیمی گرفت که برای همیشه سرنوشت کشورش رو تغییر داد. اون شبانه با یک هواپیمای روسی دمشق رو ترک کرد و به روسیه پناه برد. این خبر مثل یک شوک عظیم به مردم سوریه و جهان وارد شد. رئیس جمهوری که سالها قدرت رو در دست داشت، حالا به عنوان یک فراری در روسیه زندگی میکرد. اما این تازه آغاز داستان بود. در همان زمانی که سوریه بدون رهبر شده بود، یک نام دیگر در میان اخبار جهان برجسته شد: ابو محمد الجولانی. جولانی که رهبر هیئت تحریر شام بود، حالا خودش رو به عنوان گزینه‌ای جدی برای رهبری سوریه معرفی کرده. او بیش از این به عنوان یک شورشی افراطی شناخته میشد، اما این بار با ظاهری جدید و استراتژی‌های متفاوت وارد میدان شد. جولانی در یک سخنرانی رسمی اعلام کرد که هدفش بازگرداندن ثبات به سوریه است. اون گفت: من میخواهم کشوری بسازم که مردمش دیگر از جنگ نترسند. به نظرتون جولانی میتونه مردم رو متقاعد کنه؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. خب بریم سراغ ادامه داستان. اما مردم سوریه وعده‌های جولانی رو باور میکنن، چون سالها جنگ و نابودی اعتماد مردم رو از بین برده. جولانی برای جلب حمایت مردم طرحی جامع ارائه کرده. اون وعده داده که شهرهای ویران شده رو بازسازی کنه و اشتغال ایجاد کنه و پناهجویان رو به کشور برگردونه. این حرفا باعث شد بسیاری از مردم که از جنگ خسته شده بودند امیدی تازه پیدا کنند. در همین حال واکنش قدرت‌های جهانی هم به این تحولات بسیار مهمه. کشورهای غربی با احتیاط به این تغییرات نگاه می‌کنند. اونها نگران سوابق جولانی و ارتباطات گذشته اون با گروه‌های تندروان. اما جولانی داره تلاش می‌کنه خودش رو به عنوان یک رهبر میانه رو معرفی کنه. مردم سوریه که سالها بین جنگ و ناامیدی زندگی کرده بودند، حالا با واقعیتی جدید روبروان. خیابون‌های دمشق که زمانی صحنه جنگ بود، کم کم به زندگی برگشته. بچه‌ها دوباره در کوچه‌ها بازی می‌کنن و بازارها باز شدن. اما در پس این ظاهر آروم، چالش‌های بزرگی قرار داره. سوریه با مشکلات متعددی روبروی. اقتصاد کشور تقریبا نابود شد و زیرساخت‌ها به شدت آسیب دیدن و میلیون‌ها نفر آواره شدند. دولت جولانی برای بازسازی کشور به کمک‌های خارجی نیاز داره، اما آیا جامعه بین‌المللی حاضر به همکاری با اون هست؟ شما فکر می‌کنی جولانی واقعا میتونه سوریه رو بازسازی کنه؟ توی کامنت ها نظرتون بنویسید. برای دیدن ادامه این داستان حتما کانال رو سابسکرایب کنید. جولانی داره تلاش میکنه تا روابط خودش رو با کشورهای منطقه بهبود ببخشه. اون سفرهایی به ترکیه و قطر انجام داد و از طرحهایی برای بازسازی سوریه صحبت کرد. در همین حال اون یک پیام مهم به مردم کشورش ارسال کرد: این کشور مال شماست. آینده سوریه را شما خواهید ساخت. در داخل کشور جولانی با چالش‌های سیاسی و اجتماعی زیادی مواجهه. برخی از گروه‌های شورشی همچنان مخالف اونن و حاضر به همکاری با دولت جدید نیستن. اما اون سعی کرد با گفتگو و ایجاد اتحاد این اختلافات رو کاهش بده. در این میون مردم سوریه بیش از هر چیز به صلح و ثبات نیاز دارن. اونها خواهان بازگشت به زندگی عادی هن. جولانی در یکی از سخنرانی‌های خودش گفت: ما آینده‌ای خواهیم ساخت که فرزندانمان با آن افتخار کنند. این حرفا برای بسیاری از مردم دلگرم کننده بود، اما برخی از مردم همچنان با تردید به اون نگاه می‌کنند.
سرنوشت بشار الاسد که همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار داره. اون که زمانی یکی از قدرتمندترین رهبران خاورمیانه بود، حالا به عنوان یک پناهنده سیاسی در روسیه زندگی میکنه. گزارش‌ها حاکی از اونه که اون همچنان امیدوار به بازگشت به قدرته، اما شرایط فعلی این امکان رو بسیار بعید کرده. به نظر شما آیا جولانی میتونه امید مردم سوریه رو به واقعیت تبدیل کنه یا این تغییرات فقط آغاز چالشی جدید برای این کشوره؟ حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید و اگر از این داستان جذاب لذت بردید لایک کنید و کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری از کانال ما ببینید.